سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه از چنل من. اینجا چنل نیماه، چنلی که دوباره راه انداختیم در مورد توسعه فردی و این چیزا قراره صحبت بکنیم. صحبت امروزمون راجع به دیسیپلین یا همون نظم و استمرار هستش. همین اول ویدیو عذرخواهی کنم اگر صدای نویز و این چیزا میاد. همین شما دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. این طور هستم اصلا. خب دیسیپلین گفتیم که یعنی نظم و استمرار داشتن در چیزی که ما یعنی اون هدفمون توش یک سری نظم و استمراری توش داشته باشیم. مثلا شما انگیزه دارین که مثلا بدن فرم داشته باشیم. خب این انگیزه شما یعنی که مثلا شما برین باشگاه ورزش کنید و این چیزا. ممکنه روز اول به خاطر اون انگیزه‌ای که توی ذهنتون هستش بسیار آسون باشه و حال کنید، اما روزهای بعدی 100% هم انگیزه میاد پایین و همین که شما هیچ نظم و هدفی نداشتین. یعنی مهمترین چیزی واسه اینکه شما دیسیپلین داشته باشین اینکه اهدافی داشته باشین و هدف داشتن دقیقاً مهمترین چیز شما توی داشتن دیسیپلین اینه که هدف اهدافی واسه خودتون داشته باشین. مثلا برنامه‌ریزی کنین واسه روزتون و این چیزا. برای همینه که میگن انگیزه هیچ اهمیتی نداره. انگیزه مهم نیست، از اون دیسیپلین و نظم و استمراریه که داشته باشی. خب 100% مثلا کتاب خوندن اولین چیزی که میشه واسه کسی که میخواد پایه دیسیپلین داشته باشه همین میشه. اولین چیز واسه داشتن دیسیپلین کتاب خوندن، که مثلا اینطوریه که شما یه پاراگراف اول میخونی خب یعنی میدونی اون خط اول خوندی، میری پاراگراف دوم مثلا یادت نمیاد. من خودم حالا همینم، چون من گفتم دیگه دارم از کف شروع میکنم، قراره با هم از کف شروع کنیم و بیایم بالا و دقیقاً موضوع همینه. ولی مثلا کسی که دیگه کتاب خوندن میشه یکی از ویژگی‌های اخلاقی یا رفتاریش دیگه آنچنان کار سختی واسش نیست. خب میدونی یعنی دیگه کار پر دیسیپلینی واسش نمیشه. اصل کارهای دیسیپلینی یعنی که شما کاری رو انجام بدی که بدت میاد. یعنی هر کاری که شما انجام بدی و بدت بیاد 100% و به نفعت باشه اگر واقعا میدونی که واقعا چیز خوبیه در دنیا، اگه انجامش بدی خب 100% خوبه دیگه. ولی تو بدت میاد، مثلا همین که هر غذایی نخوری. خب میدونی که غذای چرب و این چیزا واسه بده، ولی میدونی دیگه دوست نداری بگی سالاد نه سالاد مثلا خوب نیست. اما اگر دیسیپلین رو داشته باشی، نظم رو داشته باشی، یه هدفی هم داشته باشی، وقتی که مساعده رو دوست نداری یا میخوری ولی عاشقش میشی، کم کم میشه یکی از صفات تو، کم کم میشه یکی از ویژگی‌های که تو داری. خب میشه یکی از ویژگی‌های رفتاری تو، درسته؟ و بازم تکرار میکنم، همیشه باید هدف داشته باشی. مثل این کارت باید یه هدفی داشته باشی. بعد واسه خودتون باید همیشه یه پاداشی هم بذارید. مثلا من اگر الان به عنوان مثال این کتابو بخونم، پاداشش اینه که اطلاعات عمومی میره بالا. این یکی از پاداش هست و میتونی توی ذهنت باشه. و دقیقا مهمترین چیز همینه، افزایش دیسیپلین به همون قدری که شما اراده داشته باشی و بگردی دنبال کارهایی که دوستشون نداری ولی میدونی برات مفیدن و اهمیت دارن و میدونی که واقعا خوبن، میدونی که به دردت میخوره ولی تو دوستشون نداری پس انجامشون. مثل دیوید گاگینز فکر کنم مثلا توی دوی که داشتش با یه زانوی شکسته دوید. بله یه زانوی شکست و این خودش یعنی دیسیپلین، چون اون هیچ کسی دوست نداره زانوش بشکنه و هنوز بود دوه، ولی اون دوست داشت به خاطر این بود که دیسیپلین اراده داشت. خب دوست نداشت ولی ارادهشو داشت، دیسیپلینش شد، میدونست که دیسیپلین خیلی بالایی داره. مثلا
مثلا شما الان میگی که من از الان که اصلا داری تاریخ میخوای شروع کنی، میگی کتاب نه مثلشو ندارم. وقتی هم که میخونی بدت میاد. چرا؟ چون همونطور که گفتم پاراگراف اولی که میخونی، پاراگراف دوم دیگه اصلا یادت نیست، پاراگراف دوم از مخت رفته. ولی خوبیش اینه که مثلا بعد از اینکه چند وقت این کار رو ادامه بدی، یعنی همون هدف بذاری و دیسیپلین داشته باشی، نظم و استمرار داشته باشی، میشه ویژگی رفتاری. میشه چی؟ میشه مثلا رضایی که کتاب میخونه، علی که کتاب میخونه، فلانی که کتاب میخونه، ایکسی که کتاب میخونه، ایگری که ورزش میکنه، کسی که هیچ انگیزه‌ای نداشت ولی دیسیپلین داشت. اصلا اینو بدونید، انگیزه اصلا مهم نیست، انگیزه به هیچ وجه مهم نیست، ولی دیسیپلین خیلی مهمه. شما انگیزه داشته باش که میخوای مثلا یه بدن خوب داشته باشی، ولی اگه دیسیپلین یا همون نظم استمرار داشته باشی به هیچ دردی نمیخوره. در آخر جمله‌ای که من برای کانالم پیدا کردم اینه: موفق شو یا در حال تلاش